سلام بچه‌ها. امروز متاسفانه توی تیک تاک و اینستاگرام یک دونه ویدیو رو دیدم که نوشته بود تاریخ سکوت و بی‌طرفی هزارجات را فراموش نمی‌کنه. چیزی که تاریخ نباید فراموش کنه این است که چند ماه پیش قماندان علیپور با کمترین امکانات در سخت‌ترین شرایط از خاک بهسود دفاع می‌کرد. مردم افغانستان هیچ قومی هیچ تباری صدای خود را نکشید. مگه بهسود از افغانستان حساب نمیشه؟ مگه قماندان علیپور شیر بچه افغانستان نیسته؟ هیچ کدوم شما صدای خود نکشیدین، همه شما سکوت کردین، فقط نگاه کردین. غنی فاشیست، غنی وطن فروش، غنی خائن که گور در روی خو مالید، همه شما دیدین رسواییش را. توپ و تانک و تفنگ فرستاد در سمت بهسود. او بی ناموس بی غیرت امی توپ و تانک و تفنگ نگه می داشت، ضد طالب می جنگیدی. بی شرف، بی آبروی، بی حیثیت، وطن فروختی. کل مردم افغانستان نگاه کردن، همهشون پشت قماندان علیپور خالی کردن. مگر بهسود از افغانستان نیست؟ پس نگید که هزارجات سکوت کردن. زمانی که دانش آموزای از مو، زمانی که تازه گلای از مو در مکتب سید الشهدا به جرم هزاره بودن پرپر شدن به دست طالبا، کدام شما صدای خود کشیدین؟ هیچ کدام شما. کل ملت افغانستان سکوت کرد، فقط نگاه کردین. ما هزارجات از هیچ کدام شما گله نکردیم. امروز در پنجشیر جنگ است، احمد مسعود می جنگه. من میگم زنده باد جبهه مقاومت، زنده باد احمد مسعود. ولی ایرم فراموش نکنید که در پنجشیر دره است به اسم دره هزاره. هزارجات در اونجا هستن. 30% مردم پنجشیر هزارجات هستن. تفرقه نندازید. این روزا روزای قوم پرستی نیسته. گله اضافه نکنید، چون مردم هزارجات هیچ وقت غلام پاکستان یا غلام کدام کشور دیگه نشده و نمیشه. ما هزارجات از هیچ کس گله نداریم. از ما هم گله بیجا نکنید.